اینجا مافیست و من حسنم. سلام، خوش اومدیم به دومین قسمت از اولین لیگ مافیای خارج از ایران تو استانبول. بریم که قسمت دومو ببینیم. سه دو یک روز بچه ها بیدار شید. انشالله بازی پرفکت و خوبی داشته باشه. آقای ارفان سر صحبت، آقای مهران جمعه. به نام آزادی. سلام دوستان، ارفان بازی هم خیلی خوشحالم که مافیست دارم باهاتون مافیا بازی می‌کنم. دوستان شهروندان اگه داد داشته باشن همراه من میتونین ساید پیروز بازی شهروند باشه. من مطمئنم امیررضا مافیاست، مطمئنم. آره مسکشو انداخت فهمیدم که مافیاست. به چرخه. سلام بچه‌ها، من شیوام و خیلی خوشحالم تو جمعی دارم بازی میکنم که حداقل برای خود من غم کلمه غربت رو کم کرده. جنس خانواده‌ام و امیدوارم بازی قشنگ باشه. من شهروندم، جایی از بازی شهروند نیاز به کمک داشت میتونه روی من حساب باز کنه. فعلا با سیت یک کار ندارم. یه تارگت خودم به شخصه دارم، سیت 3 از نظر من مافیاست. اون آقای امیررضا هم بذارین حرف بزنه، ولی همیشه منم مشکوکش دارم. امیررضا منم مشکوک دارم. سلام بچه‌ها، من مهدیم. یکی از خوش‌وایب‌ترین بازی‌هایی که میشه تو لیگ مافیس داشت هستش. من سیت یک رو یه ذره استرس توش دیدم، مشکوکش دارم. مهرانم من مشکوک دارم. با نام یاد خدا، حمیدم. خیلی خوشحالم دارم تو لیگ مافیس بازی کنم. آیا امیررضا تا آخر بازی نمیتونه به آیا ارفان تارگت بزنی یا مگه رسیدی به شهروندیش رو به تو تارگت میزنه دیستاک میده؟ نه، به نظر من امیررضا مشکوکه. من قبل خودم رو خیلی سبک دارم، اصلا مافیا ندارم. خودم هم شهروندم، پس بازی رو برای خودم تنج‌تر میکنم، میام پیش شما. خب حالا این ترن منو دوبار گوش کنید، چون من راجع به مافیا حرف نمیزنم. سلام دوستان، محمد بازی هستم. میگه که خانواده یعنی دایری از قدرت عشق که با هر تولد و هر عضو جدید بزرگتر میشه. خیلی خوشحالم که جزئی از خانواده مافیست هستم. دوستان ببین، آقای سیت شماره 6 مگه از کارت ایشون خبری داری یا به خاطر استرس ایشون داری هی دیسلاک میدی، مثلا مافیاش داری؟ حرف شما هم فوله. میخوام سیت شماره 4 ایشون میتونه تارگت بک بزنه. فکر کن کارت شهروندی گرفته، میخواد تارگتشو بک بزنه. فعلا منم ولی مافیایی ندارم، ولی ایشونو مشکوک دارم. سلام دوستان، من امیررضام، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. دوستان من تو این بازی میخوام ونوم باشم، میچسبم به خودتون. اشتباه کنید خودتون رو تو بازی میکنم. نفر اول تو بازی شروع کرده کلی استرس داشته، خانم شیوا. باید حداقل به خاطر استرس ایشون یه تارگت بهشون میزنه. چجوری فهمیدی اون فرد کلی استرس داشته مافیاش من مافیا بودن مافیا نبودن خودم دیسلایک دادم. گفتم که من تو بازی شهروندم، نه که بگفتم خودت تو بازی مافیایی. به نظرم همین که گفتی تو سیت 1 2 3 نمیتونی مافیا داشته باشی، همین خیلی مشکوک بود. داش حالا خودت هم تو ترن استرس داشتی، برام به اون تارگت بزنم یا خودت؟ نه، قبل من مافیا هست بین سیت 1 2 3. من یه مافیا فردا دارم. باز آدز بالاتر آقای ارفان تو باز خیلی استرس داشتی، خیلی استرس داشتی. سلام دوستان، عارف بازی هم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. بازی مافیا رو دوست دارم چون بهترین رفیقام به واسطه مافیا مخصوصا توی استانبول پیدا کردم. مافیستم جزو خانواده من. مافیست با دلم بازی میکنم بچه‌ها. ببین تو نباید اون عرفان رو تارگت کنی. این سیت 5 قطعی برای من مافیای بازیه. ببین قبل خودم که خیلی سنگ، یعنی نهایتا اینجا باشه یه دونه مافیا، یعنی دوتا مافیا اینجا. هم عمو مهدی خودت استرس داشتی، تو به استرس عرفان گیر دادی، اصلا نمیتونم. هم عمو مهدی مشکوکه، هم تو مشکوکه. همین تو اصلا نباید اون عرفان، تو باید بین این سه تا دنبال مافیا باشی. نه، من فقط بازی رو فریز می‌کنم بین این سه. هر کی شهروند رو خوش میکشه کنار. به نظرم عرفان شهروند، فریدم با لایک لیست برای من شهروند. سلام بچه‌ها، فریدم. عشق می‌کنم باهاتون بازی می‌کنم. 90% دوستام از مافیس میاد. قرار دلم با عارفم عشق می‌کنم بازی می‌کنم، قرار دلم براش تنگ بشه. بسی بگم تو احتمال داره شهروند باشی، چون
عارف تارگت نزده بود به اون تارگت، برآیند سر اون اشتباه شده بود، پس یکم بیا تو بازی، چالش سر صحبت رو بده آقا وارد بازی بشه، اگه شهروند باشه به فنا میره. اصلا نمیتونستی بین بگی بین 3 نفر اونجوری اون تصمیم گرفته شیوا تصمیم یکو بذاره کنار، آقا تصمیم گرفت یکو بزنه بازی رو این ور بره. نه 1 3 4 همین 1 3 4 عارف هم شهروند دارم، دوست دارم باهات بازی کنم. سلام و عرض ادب دوستان، محسنم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم تو جمع بچهای مافیس. ببین بچه‌ها کدومتون بین سیت 3 و 4 کدومتون شناتون بهتره؟ چون میخوام اولین مافیا رو به تنگه بوسفور هدایت کنم. کدومتون شناتون بهتره؟ فردا میخوابید بیدار میشید من نمیذارم جای دیگه تارگت بزنید. من فردا قفلی زدم اونجا، یعنی قفلم بین عمو مهدی و شما. عمو مهدی تارگت شیوا بهت شوخی بود برا آیا امیررضا، شما هم باگ داری ها. خوب شروع میکنی، پرقدرت شروع میکنی ولی فاقد اعتباره. اولش صحبت تو با این شروع میکنی که من به عرفان نگفتم که تو مافیایی، فقط گفتم خودم شهروندم، آخر سر عرفان رو گردن میگیری. تو هم به نوبه خود مشکوکی. من احساس میکنم این نقطه رو باید کلا خطه مافیا خیز بنامیم. با نام یاد خدا، مهران بازی هستم بچه‌ها. خیلی خوشحالم که استارت بازی مافیا رو با گروه مافیس تو استانبول زدم و بهترین رفیقامو توی شهر غربت از این گروه پیدا کردم. بچه‌ها من سیت 1 رو مشکوک دارم ولی نمیتونم تارگتش بزنم. بین سیت 3 4 5 مطمئنا دو تا مافیا نشسته. عارف خیلی با آدز بالا شهروند دارم، محسن رو شهروند دارم، فرید تورم به ضمانت عارف فعلا شهروند دارم. فعلا به ضمانت عارف تو رو شهروند نقشایی که میخونم بیدار شن و بیدار بمونن. رئیس مافیا بیدار شه، ناتو بیدار شه و شیاد. رئیس مافیا لایک، ناتو لایک، شیاد لایک. 5 تیم مافیا، 4 مافیا، 3 مافیا، 2 مافیا، خواب تیم مافیا، خواب. نقشایی که میخونم یکی یکی به من لایک بدن. محقق ممنونم، کاراگاه مرسی، دکتر مرسی، رویینتن مرسی، بازپرس ممنونم و 2 شهروند ساده ممنونم. 3 2 1 روز میشه. آقای عرفان با تعارف چالش میشه. از سیت 4 تا آقای امیررضا خیلی مشکوکه. به نظر من حداقل 2 تا مافیا توشون هست. آقای امیررضا تو داری به من فکتی که آقای محسن آورد، تو داری به اینا توضیح میدی که من دیسلایکم واسه این بود که من شهروندم، نگفتم که عرفان مافیاست. بعد خودت میگی که عرفان مافیاست. این فکت تو. بعد آقا اگه به این آقای حمید خورده میگیرید باید به آقای محمد موسوی هم خورده بگیرید. چرا؟ آقای محمد موسوی داره به من خورده میگیره که از لایک و دیسلایک فهمیده آقای امیررضا که عرفان مافیاست. بعد این محمد موسوی داره به حمید خورده میگیره، بعد بازم همون فکت راجع به من میاد. بین آقای امیررضا، محمد موسوی، حمید و آقای سیت شماره 3 عمو مهدی به نظرم 2 تا مافیاست. عمو مهدی هم به من تارگت زد، بازم دوست دارم حرفاشو بشنوم. عارف شهرونده نیست. نه خب عرفان تو اولگیری که باید بدی به عمو مهدی. تو معتقدی خودت استرس داشتی؟ یه نفر گفته تو استرس داشتی، گیر داده به یه فکتی تو رو مافیا کرده، گفته تو استرس و اولگیرت باید به اون باشه. اینجا حالا آیه مهران اصلا تو رو قبول نمیکنم شهرونده بازی. فرید چرا مافیا؟ به احترام کارت من فرید همون جایی که تو دنبال مافیا چرا فرید مافیا؟ نه تو مشکوکی عرفان، تو هم مشکوکی. اینجا هم حتما مافیا هست، مگه اینکه نه اینجا هم حتما مافیا هست. من امروز ذهنم اینجوری مهران سیف ترینشه فعلا. چالش هم با شما بفرمایید. این فکری که عارف واسه تو آورد عرفان کاملا درست بود. اولین فردی که بهت به خاطر استرس تارگت زده بود آقای مهدی بود، ولی به نظر من باید برآینده 4 دوست تو این سمت بازی خانم شیوا تو بازی باید تعیین کنه. میدونی چرا؟ چون دیروز خانم شیوا ترجیح داده که به آقای عارف تو بازی تارگت نزنه، یه تارگت با عمو مهدی زده، عمو مهدی ایشونو ایگنور کرده. به نظر باید اگه مافیای بین این دو باید خانم شیوا بین آقای عرفان و عمو مهدی تو بازی
اعلام موضع بکنه، ولی امروز خیلی مشکوک بود. میدونی چرا؟ چون اگه منو مافیا داشتی بعد خودم هیچکی به مافیا بودن من نرسیده بود، باید میرفتی تو لوکیشن بعد من تارگت میزدی، چون هیچکی تو این لوکیشن منو مافیا نداشته. امروز هم بد دوست نداشتم. نه بچه‌ها، من تکلیفم فکر کنم دیروز مشخص کردم و تو معارفه فکر کنم مسیر من مشخص بوده. من سیت 1 رو مافیا نداشته و همین الان هم ندارم. از نظر من سیت 3 خیلی مشکوک بوده. سیت 3 معتقد بوده یک استرس داشته، سیت 2 یک رو بل کرده، یک رو ندیده، رفته به خود شما پرداخته. چجوری میتونین در مورد من کلا اظهار نظر نکنین؟ مهدی 3 خیلی مشکوکه، 4 بیش از حد داره لایک و دیسلایک میده. من فعلا نمیرم سراغ 4، یعنی اینجا دنبال مافیا داری، من 3 رو از همه بیشتر مافیا دارم. آقای مهران اون مافیاست، اون مافیا رفته برای به دست آوردن دل آقای عارف. میخواد خودت مستقلا تارگتش کنی؟ فرید بعد من صحبت کن. خب خانم شیوا، دیروز این آقا یه تارگت به اون آقا زده، شما به من زدی، من شما رو ایگنور کردم، یه تارگت به یک زدم، این آقا پاشده گفته نه آقای امیررضا تو مافیایی، اینجا هم سبک دارم. خیلی بازی براش راحت بوده. عرفانو که شهروند داشته، شما به من تارگت زدی، عرفانو شهروند داشتی، خیلی راحت بوده یه تارگت به من بزنه. ما همه رو با هم شهروند داشته، رفته امیررضا رو تارگت کرده. این آقا که مشکوکه. حالا عرفان این آقا رو مشکوک داری، مسیر بازی فریده. دیروز گفته من اینو شهروندتر دارم. فکتایی که آورده گفته آقا من آقای محمد رو شهروندتر دارم. خب تو هیچ تحلیلی از این جای بازی نداشتی. نه این آقای 4 مشکوکه، این آقای 1 هم هنوز مشکوکه. یه لحظه آقا مهدی، خب اگه به من تارگت بزنه علنا تو تله میفته. خب ما دوتامون یه لوکیشن دادیم، یعنی من لوکیشن دیدم. عارف تو از یه لحاظی خودت برا من مشکوکی. 2 نفری که تارگت میزنی رو لوکیشن مافیایی که داری رو میزنن، یعنی هم عرفان میزنه هم مهران میزنه، رو همون لوکیشن مافیا میزنن. ببین بین 3 و 4 که قطعی مافیاست، یعنی 4 که بسته از اونجا میگه که مافیاست. به 4 هر کی میگه اونجا لایک ها پیام برام اینجوری، یعنی لایکش کلا بالاست. برای یه فکت دیگه هم واسه خودت بیارم آره. تو بستی عرفانو بگی مافیاست، شیوا پا شده حرف بزنه، اما مهدی قبل اینکه شیوا پا شد به آقای مهدی تارگت زد، لایکت اومد بالا، تو ترن خود در مورد مهدی حرف زد. عارف مشکوک. آقای مهران من به ضمانت نیاز ندارم، دوست داری هر چی دوست داری بگو، مثلا به من بگو مافیا. اینم بگم من به این نگفتم شهروند بازی، اینو گفتم که اشتباه فکر کردی، واقعا فکر کرده بود عارف تارگت خورده بود. آیا عارف میشه بعد شما اول سوال فکرید به من چی الان توی بازی؟ مثلا اشتباه داری، من اینجا به لایک دیسلایک به شهروندی اون عرفان رسیدم، اون تو لوکیشن تو مافیا داشته، تو رو تارگت کرده، ورود به بازیش با کارت شهروندی من بده. گیرت به من چی آقای فرید؟ مشخصه که بین 2 و 3 قطعی مافیای بازیه، بین 4 و 5 هم مافیای بازیه. چیکار میخوای کنی امروز؟ من همین لوکیشن مافیا دارم، مشخصه بین من و مهران هم سایده. مشکل چی؟ مشکل کجا؟ من شهروندم؟ من شهروندی زدم بین من تو سایده دیگه. چیه مشکلت کجاست؟ نه آقای مهدی، خامشیوا بر تو شوخیه الان. خامشیوا بر تو شوخیه. نه قطعی آقای مهدی، من رفتاری تو رو شهروند دارم، فکتی مافیایی برای من. بین 2 و 3 بین 4 و 5 مافیا سای فرق. شهروندی به من تارگت نزن. آیا عارف من بازیمو بستم به شهروندی شما، درسته؟ رسیدی به شهروندی آیه عرفان. خب منم میرسیدم به شهروندی آیه عرفان قبل از تو. الان بسم الله پاشو آیه مهدی رو گردن بگیر دیگه. یه دونه ساید است امروز تو بازی بین من و آیه مهدی، درسته؟ امروز یا من یه رأی می‌کشید زیر من یا یه رأی می‌کشید زیر آیه مهدی. استاد تو میگی اینجا گفتم سبک‌تر یه دونه مافیا داری، اونم یک. خب خودت تو که 2 شهروند دارم، مشکل چیه؟ یک مافیا داری؟ من نداشتم، گفتم سبک‌تر. بعد آیه محمد موسوی با فکت مسخره من چه میگی آیه چیز مافیاست؟ آیه امیررضا. بعد خود منم تارگت میکنی؟ نه من 4 3 و 5 مافیا دارم. چالش برای مهران. آقای عارف ندیدم دیروز لوکیشنی که داده بودی سر صحبت چالش گرفته بودی تو پیگیریش کنی داداش. کدومشون رو تارگت کردی از اونجا؟ فقط گفتی عرفان مافیاست، مهران مافیاست. داداش من فرید و فکتی شهروند دارم، بهش تارگت نزدم.
نکن تو این حرفا تو دهن من نمیتونی بذاری که من بهشون تارگت زدم. گفتم به ضمانت کارت تو، چون معرفت خیلی شهروندی بود، گفتم فرض شهروندی منم شهروندش دارم. من بهش تارگت نزدم اصلا دیروز. چرا الان میگی من دیشب بهش تارگت زدم؟ نه، عارف با آدز خیلی بالا مافیاست تو این بازی. من سایدمو با تو میگیرم، همین الان سایدمو با تو میگیرم. آقای مهدی وایستا ببینم. آقای مهدی اولا ایشون گفته آقای عارف من اشتباهی اسما رو فهمیده بودم، به اون خاطر به تو من از حس شهروندی میگیرم. گوش بده به حرفام. آقای مهدی ایشونو مافیا داری؟ این گفته که به آقای امیررضا حق تارگت بک نداری، نگفته تو مافیایی، گفته حق تارگت بک نداری. الان اینو مافیا داری چون عرفانو ندیده؟ احیانا خانم شیوا چیه؟ این بغل دستید هم به تو از این بدتر کار بدتری کرده، هم به تارگت زده هم مافیاتو ندیده. این آقا به تارگت هم نزده، گفته من شما نمیدونم. آقای مهدی به نظر من مافیای بازیه. آقای مهران آقای عرفان و مافیای بازی داری؟ الان من شما شهروندی، زیاد به من گیر ندید. نه چالش برای آقای محسن بعد من میشه صحبت کنیم. امروز باید اینو تارگت کشش میکردیم تو بازی. دیروز بازی قبل خودش هیچ برنده نداشت. ببین حتی رفت تارگت بزنه با آقای حمید. آقای حمید تصمیم گرفت قبل خودش هیچ برنده نداشته باشه، بگه چی قبل خودم ندارم. آقا تصمیم گرفته بیاد چالش سر صحبت ببین بیاد تصمیم گرفته به خاطر دیسلایک دادن من بیاد به سید 6 باز تارگت بزنه. امروز باید اینو توی ترم خودش میکشتین. نه امروز یه رای میکشین زیر آقا، یه رای میکشین زیر من. باید تارگت میخورد. اگه بین این دو نفر، بین آقای حمید و بین آقای محمد تو بازی مافیا می‌داشتن، باید آقای محمد می‌بوده. میدونید چه مشکلم با چیه؟ یه چالش گرفتی آقای مهران تو بازی تارگت زدی، باید می‌ذاشتی مهران مجددا چالش بگیر بعدش ارائه بده. دو تا چالش گرفتی، بیشتر از روش فشار گذاشتی. من یه چیز فهمیدم بین آقای مهدی و خانم شیوا که تو بازی مستقیما ساید است. بعد ساید نیست ایشون چرا ایگنورش میکن؟ ساید بین آقای حمید اکسپت، ساید امروز بازی اکسپت، آقای حمید اکسپت کرده، آقای مهدی هم اکسپت کرده. یه ساید اینجا بین این دو نفر وجود داره. پاس بچه‌ها من صحبت کنم. عارف الان امیررضا گفتش بین شیوا و مهدی ساید هست، دیسلایک دادی؟ تو خودت مگه الان نگفتی بین اون دو تا سایده؟ بعد می‌خواستم همین سوال ازت بکنم، اون دو تا الان چه ربطی به هم دیگه دارن؟ شیوا خودش با آقای مهدی تو درگیریه. خود آقای حمید که اینور نشسته با آقای مهدی برای امروز ساید بسته. اصلا شیوا الان برای چی برای تو مافیا؟ تو یا عارف و مافیا داری، عرفان و مافیا داری یا شهروند؟ لایک و دیسلایک بهم میدی، عرفان و مافیا داری یا شهروند؟ هنوز چی نداریش؟ خیلی خب شیوا که عرفان رو ول کرده، عمو مهدی بسته رو مافیایی عرفان. شیوا به عمو مهدی میگه مافیا، عمو مهدی شیوا رو ول کرده. تو اصلا نمیتونی بین اون دو تا بین بذاری، یه دونه مافیا باید داشته باشه، اونم عمو مهدیه. بعدم مهران خودش دیروز دیالوگ فول داشته، ولی اینکه امروز بلند میشه با تویی که دیتای شهروندیت رسیده، احتمالاً یه دک دارن بهت میگن شهروند، بلند میشه ساید مستقیم باد میبنده. من میترسم اینجای کار بخوام بهش بگم مافیا. من سایدمو هنوزم میگم بین 3 و 4 باید امروز اونجا باز شه. من نمیذارم ساید دیگه با هم دیگه دارید فردا حل میکنید، امروز اونجاست. عمو مهدی میخوام چالش عرفان بعد من صحبت کنم. ببین مهران من شهروند، این رو کارت من الان داره عمو مهدی رو تارگت و شارژ. این شهرونده رو کارت من داره. من گفتم بین اونها سایده. شیوا گفته عمو مهدی مافیاست، عمو مهدی به شیوا هیچی نگفته. من منطقا باید بگم بین اونها یه دونه مافیاست. حالا این گفته تو برای من قطعی شهروند بازی، با کارت من رفته عمو مهدی رو تارگت زده. عمو مهدی تو شهروندی قطعی برای من. نه این قطعی مافیای بازیه، این دوستمون مافیای بازیه، اصلا کاری ندارم. مهران من فکر می‌کنم تارگتم به تو اشتباه بوده. یه دک به من گفتن شهروند، خوب گوش بده، پس سمت من نمیاد. به نظر تو من معارفه رو چجوری رد کردم؟ سیف رد کردم. من مافیا گفتم بین این 4 تا مافیاست، تو اونا حداقل 2 تا یار دارم، میام شهرونده رو تارگت میکنم دیگه. اگه مافیا باشن که نمیام بگم اون عرفان مافیاست تو مافیای بازیه، تو همون شهرونده رو میکنم بیرون از بازی دیگه. من قطعی شهرونده بازیم، اینجا قطعی مافیا نشسته. من چالش آقای آقا من برگام ریخته. عارف تو الان میگی این شیوایی که داره تارگت میزنه به عمو مهدی که کلاش خانم شیوا رو ایگنور کرده، بهش میگه شهروند، به من تارگت میزنه، بین اینا مافیا نیست؟ نه عارف که خیلی مشکوکه. عارف که خیلی مشکوکه. الان عارف تو کلا نظری راجع به این حمید نداری؟ الان عمو مهدی واسه شهروند نظری راجع به حمید نداری؟ میگی که امیررضا و محمد موسی با هم مافیان، به شهروندی مهران هم رسیدی؟ نه عارف خیلی مشکوکه با احترام. من که عمو مهدی رو خودم نوآز مافیا دارم،
من که عمو مهدی رو مافیا دارم. چرا؟ عمو مهدی شیوا داره شیوا تصمیم گرفته که منو کاور کنه، به عمو مهدی تارگت بزنه. عمو مهدی با شیوا کار نداره، منو داره تارگت میزنه. پس واسه من عمو مهدی مافیاست. مهران تو هم مشکوکی. یا چرا؟ تو چالش گرفتی از اونجا که عمو مهدی بعد من حرف بزن، میخوام حرفامو گوش کنم. آره یعنی تو میگی سر اون کارت شهروند دو تا مافیا دارن با هم زرگری میزنن. کورکوپرم ریخته. این آخه استاد تو اصلا تو باید برسی به شهروندی عمو مهدی اگه اونو مافیا داری. یعنی یه سر یه موج سواری کشیدی زیر چیز. من امیررضا رو مافیا دارم. ببین من بین اینا امیررضا رو مافیا دارم. نمیذارم. ببین نیستی بگم تو برو میخوای سایت باز کنی با کی؟ خب با اون میخوای سایت باز کنی به عارف. اصلا با عارف هم باید بگی عارف یارشه، بسته یه دونه بهش گفته مافیا، الان میخواد سایت از روش برداره مافیا. نه همینجاست. اینجا مافیا هست ولی یه دونه مافیاست، دوتاشون با هم مافیا نیستن. آیا عارف بچه آقا من امروز خودم این خانم شیوا رو محسن شانشین عارف رو کاور میکنم. حالا چه اتفاقی تو بازی افتاده؟ یه خانومی من تارگت زده، هم ترن معرفه هم امروز صبح مجلس تارگت زدن خودم بودم. حالا کیا دارن چیکار میکنن؟ آقا تو خودت این خانم مشکوک داری باش تارگتش، چرا من باید باشم تا نخواستم تارگتش کنم؟ عرفان چی میگی؟ ما اونجوری که تو میری باید جفتی مافیا باشیم. چرا؟ یکی تو رو کاور کرده به من تارگت زده، من خانومو تارگت نکردم اومدم تو باید بگی که ما جفتی با هم مافیا. سلطان تو روز معارفه باید اینجا رو میدیدی. چرا؟ این آقا پا شده شماره امیررضا رو تارگت کرده، این خانم اونو کاور کرده، منو تارگت کرده، من با شدم فقط یک رو تارگت کردم. تو باید اینجا یه مافیا دیروز میداشتی نه امروز. اینجا من 5-4 هم نمیتونم بگم شهروند، میگه شهروند ولی شهروند نیست. آقای مهران دیروز برای شهروند کردن آقای فرید کارت عارف رو نباید دخیل میکردی، مشکوک بوده برای من. عارف صحبت کن. منم نوبتم. از من چالش می‌کنم. آیه محمد صحبت کن. مرسی آقای بعد از من میشه لطفاً صحبت کنید چون من در مورد شما صحبت دارم. ببین بچه‌ها بازی واضحه که از اینجا تا اینجا سایت هستش. چرا؟ یا آقای امیررضا و یا آقای عارف اعتقاد دارن آقای محمد موسوی مافیای بازیه. آقای محمد هر جای آقای عارف و آقای امیررضا تارگت میخورن دیسلایک بلا فاصله دیسلایک میده، سایدشو بسته با عمو مهدی. این دوتا برای تو چی هن؟ این دوتا برای تو شوخی هن؟ این دوتا مستقیم میگن امروز فقط تو باید از بازی بری بیرون. تو جفت فقط لسیاتو ول کردی، نه دیگه شما رو ایشون تارگت صفر داشتی دیگه. هر جا شما اسم تو که یکی دو بار اومده دیسلایک داده، اسم عارف هم میاد بلا فاصله دیسلایک میده. به خاطر همین میگم بعد من صحبت کنه. بعد از اون ور خودش رفته سایدشو مستقل با عمو مهدی بسته. الان تو اصلا اینجا تکلیف تو این بازی چیه؟ بچه این آدم آقای محمد موسوی حتما باید توی بازپرسی باشه. حتما باید شما توی بازپرسی باشه. من ساید مستقیممو همین جای بازی باهات میبندم. شیوا کیانفر دوست دارم از نفر آخر یه چالش بگیری چون تا الان شهروند ذهنیم بودی. برام عجیبه وارد روند بازی نمیشی. یه چالش بگیر وارد روند بازی شو، موضعت رو راجع به این خطه اعلام کن. ببین آقای عارف به من چیزی نمیرسه ها به دیسلایک میدم به مافیایت. یه لایکم من این همه آدم اسم تو آورده یه لایک میدم، دندم بلدم بدم. ببینید آیا مهدی چیکار کرده. آیا مهدی اساس مافیاش کیه؟ آیه عرفان بوده روز معارفه، درسته یا نه؟ خانم شیوا عرفان مافیاشو ندیده به خودش تارگت زده. این آقا اینو ایگنور کرده، همون خورده رو به این آقا سیت بعدیش میگیره. میفهمین چی میگم؟ بعد داداش فکر کن به نظرت الان خودت فکته یار من بعد من پا شده که منو گردن گرفته، همراه منم تارگت زده، به این سوتیه به این بزرگی نمیده. پس خودت هم 4-5 بار ذهنت چرخیده، پس تو هم نمیتونی مافیا باشی. آی محسن اکسپت، آی مهدی میره منو تو بازپرسی اکسپت. یا آی مهدی اگه تو شهروند باشی آی محسن چون تارگت ها اینجوری وگرنه جفت با هم گردن میگیرم ها. کسی از شما نترسید. شیوا صحبت کن. ولی بچه‌ای که من وارد بازی شدم به خاطر این بود که خیلی زیاد فکت مافیا است، تعداد آدم‌های خیلی زیادی میشن. مثلا عارف تو باید اینجا به این انتخاب نمی‌کردی. تو دیدگاه تو باید فقط عمو مهدی مافیا می‌بود، نه که بگی اینجا یک مافیا هست، یک سایت هست. استاد شما خودت مثلا این نفر بعدیت با خودت سایت گرفته، این نفر قبل خودت هم با عمو مهدی تارگت فورس تو سایت گرفته، هم به خود تو میگه مافیا، میگه جفتی با هم مافیایی، تو به اونم برخورد نمی‌کنی. خب مشکوکین دیگه. نه به
مطمئن نیستم نمیخوام وارد داستانا بشم راستش. بچه خورده ای که به من میگیرین چرا به فرید گفتم به ضمانت کارت تو، الان 2 نفر اونو فک کردن دارن به من میگن مافیا. داداش یه نفر رو سیت شماره 5 رو گفته با آدز بالا شهروندی، من اونو مافیا داشتم معارفه، الانم مافیاش دارم. بچه امیررضا به نظر من اجماع بشه، سیت 4 و 5 بیان بازپرسی، یعنی بهترین روند بازی همین میشه به نظر ممنونم بچه‌ها. نظر من. همه تکیه لطفا. 4 رای برای دفاع لازم. رای برای عرفان. ماسکو چرا؟ 1 رای. رای برای خانم شیوا بیسی. 1 رای برای عمو مهدی. 1 2 3 4 دفاع. رای برای حمید. رای برای موسوی. 1 2 3 4 رای برای امیررضا. 1 2 3 رای برای عارف. رای برای فرید. رای برای محسن شاهنشی. رای برای مهدی. همون مهدی دفاع میکنه از خودش، محمد موسوی از خودش. محسن درباره همون مهدی. درباره میدم به آقای عارف. عارف درباره محمد موسوی. درباره همون مهدی صحبت کنه. ببین بچه‌ها، دیروز بازی قرار بوده که من بازی رو فریز بکنم اونجا، درسته؟ آقای محمد، فکتی که خانم شیوا آورد، شما یه نفر بغل دستی هم تارگت خودتو، هم کسی که داره تارگتت میکنه، هم تارگت اصلی خودتو باید داره، یعنی خودت داری این کار میکنی که داری باکس میکنی. بعد من بلند شدم با تو دیالوگ میکنم، میگم چطوری داری این 2 نفر رو ایگنور میکنی توی بازی؟ بعد این 2 نفری که داری خودت رو مافیاییشون کسی بهشون تارگت میزنه دیسلایک میدی، میگی ولشون کن عمو مهدی بره بیرون. بعد میگه که عمو مهدی بره بیرون، بعد یهو تو دیالوگت میگه عمو مهدی اگه شهروند بودی مشکلی نیست، من فردا با محسن میام بازپرسی، پس اگه تو شهروند باشی محسن مافیاست، هم اونو بخوری هم منو بخوری. داداش رودل نکنی الهی، قربونت برم، فدات شم. من خیلی سنگینم، وزنم سنگینه، قطعا رودل میکنی بخوای من عمو مهدی رو با هم بخوری، چون رو هم نگاه کنی تقریبا 250 کیلویی. نه نمیشه، نمیذارم. فردا اگه عمو مهدی رو بخونه شهروند که تو بازپرسی تو بیای تو بیاد که اینا بازی میره بیرون. چی داری میگی توی بازی؟ نه، عمو مهدی باید از روند بازی بره بیرون، چون این دوستمون رای داده، ایشون رای داده، خودم رای دادم، اون عرفان رای داده توی بازی. باید ساید باشه. عمو مهدی به نظرم مافیاست. من دندقه‌م اشتباه بوده. من چرا به این نباید بذارم خانم شیوا؟ من چرا نباید به این بذارم؟ تو گفتی عمو مهدی مافیاست، گفتم بین تو من مافیای بازی هم گذشت، بینگو نشستم، میخوای چیکار کنی تو بازی؟ بینگو نشستم خانم شیوا، میخوای چیکار کنی؟ نه، عمو مهدی میره بیرون، به ساید خود شما هم بازی میره بیرون. به ساید خود اکسپت کردی 1 به 1 تو. من 1 به 1 رو دست نمیزنم، 1 به 1 رو اکسپت کرده، مافیا بعدی رو میگم. بچه‌ها گوش کنید چه اتفاقی افتاده. این آقای عرفان رو من تارگت کردم از روز 1، هیچ جای بازی که وارد نشه یه رأی کشیده زیر من. حالا آقای عارف یه جایی از بازی من چالش گرفتم، این خانم محسن خودتو کاور کردم. اگر من مافیای امروز تو هم باید بین خود کارشهروندی دیدی، باید بین محسن و خانم یه دونه مافیا برای یار میدید که من پاور گرفتم و کاور کردن اینو، رفتم اینو بکنم بیرون. هیچ کدوم این کارا نمیدونم بکنی. سلطان جایی که تو به مافیای اونا دیسلایک میدادی، عارف باشه خودش داره رو کاور میکنه. باید اونجا یه یار واسه من میداشتی. آقا رو بکنید بیرون، من خودم شهروندی میری بیرون، وصیت شهروندی تو میذاری میگی من عمویتی شهروندی. من اولا آقای عارف، آقای مهدی رفت شهروندم خون، کارت من تغییر نمیکنه. الکی زود منو مشکوک نکن. آقای فرید وایسا اینم، آقای فرید گفته خورده بهت مگه نگرفته؟ آقای فرید گفتش این دوتا با هم یار نمیشن، گردن میگیره یارشو. این خورده رو به تو گرفتی که آقای عارف، درسته یا نه؟ یه زن نترسین بازیتون رو بکن. آقای فرید رأیشو به من و ایشون میده، تو که خوردت این بود چرا به ما دوتا رأی دادی؟ خودت گفتی که اینا یار نمیشن. آقای فرید خودش مشکوک. آقای مهدی ببین اساس اینو جواب میدی. تو خانم مگه اونو قطعی مافیا نداشتی؟ خانم شیوا مافیاتن ندیده، به خودت هم تارگت زده. بعدش تو با بیس مافیایی که به این خورده میگیری باید قبل اونو گردن بگیری. مدای محسن، آقای مهدی میاد میره بیرون، من و تو میایم بازپرسی. چیکار کنیم؟ فکت دادی. من رای نمیدم. رای 2 برای عمو مهدی، 1 رای 2 برای محمد موسوی، 3 4 محمد جان من وصیت میکنم. آقای محسنو، آقای فریدو، فارغ از اینا این دوتا رو وصیت میکنم. آقای مهدی هم فکت داده بود. آقای عارف چقدر بدپلی، این همه با دیالوگ کردم، یه لایک میدادم با همونا از با اتوبوس رد میشدیم از رود.
شما هم رأی دادی به من، اشتباه کردی، فک دادی به مافیا. شما ولی شهروندی، وصیت من شهروندی ایشونه. محمد جان بیرون سالن لطفا. محقق بیا بالا. خب تیم مافیا به آرامی بالا. شاتو از گادفادر میگیرم. خب مافیا شاتو گرفتم. خب شاید به تنهایی. خب کاراگاه بیا بالا. خب کاراگاه. دکتر بالا. خب لایک رو این تن. مرسی. پاسپورت بالا. خب 3 2 1 روز بچه ها بیدار شد. در شبی که گذشت خداحافظی کردیم با شماره 3. لطفا بیرون سالن. استعلام وضعیت. تایید هر آنچه از شهر خارج شده شهروند بود. آقای مهران سر صحبت به سمت آقای محسن. پاسپورت نداریم؟ عارف صحبت کن. آقای فرید الان چیکار کنیم؟ تو به جفت بلوک اینا رای دادی، خودت به من دیالوگ کردی، منو به این فکت مافیا کردی، گفتی این دوتا با هم نمیتونن مافیا شن. تو هم به این رای دادی هم به این رای دادی. مگه میشه آقای محسن اینا رو نفهمی تو؟ من مافیای بازی ام. من به اون شهرونده رای ندادم، به این شهرونده هم رای ندادم. تو الان منو مافیا داری، 5 نفر رای خروج دادن به این. یه دونه تو رای دادی، محسن تو رای دادی. یه تو رای مهران رای داده، اینور کیا بودن رای دادن؟ اینور تو رای بعد تو اینا پنجمی کی بوده؟ تو هم رای دادی بهش. خب من تو این 5 تا بعد دنبال 3 تا مافیا باشم دیگه. توی 5 تا اون بلوک شهروند بوده، شاد شده شب اینم شهروند بوده، توی 5 تا بعد دنبال مافیا باشم دیگه. نه آقای فرید به ساید من بازی میره بیرون، اونم آورده معلوم بوده بازپرسی بعد اینجا میومده دیگه. این فقط به یه فکتی منو مافیا کرده، گفته اینا دوتا با هم مافیا نمیشن، به جفتش رای داده فرید. بعد چی میشینه فرید برای شما؟ بچه‌ها به نظر من قطعی ترین مافیا امیررضاست. امیررضا قطعی مافیاست. شما مگه نداشتی کاورش میکردی؟ بغل دستی داشتی کاور میکردی دیگه داداش، توی بازی داشتی کاورش میکردی. من فعلا امیررضا. این اون لوکیشن مگه مافیایی نبود؟ تو شهروند خارج شده دیگه. مگه شما معتقد نبودی اونجا لوکیشن مافیاییه؟ الان یا باید بگی امیررضا و حمید یارن یا بگی امیررضا قطعی مافیاست. آیه عارف این بازی اصلا بازی تو دوست نداشتم. اصلا بازی تو دوست نداشتم. امیر صحبت کن. ببین دیروز یک به یکی وجود داشته، همه میگفتن تو لوکیشن آقای امیررضا و این آقا تو بازی مافیا وجود داره. من کار کشیدم، مافیا دیدم، شرطش بسته است، شهرونده. رای کشیدم زیرش که امروز بمونم زیر فشار، که خودم برم زیر فشار. امروز با این آقا رو تو بازی شهروند می‌داشتی، باید مسیرش با آقای محسن شاهنشین می‌خورد که دیروز این آقا رو تو بازی کرده بیرون. حالا دیروز یه آقای حمیدی رفته یه ساده یک با شهروند گرفته، یه آقای عرفانی تو بازی رفته گفته فقط یه مافیا دارم، عمو مهدی تو بازی. باید تو این لوکیشن میرفتی تارگت می‌زدی. دیروز این فرید فهمیده که باید خروجی بازی من باشم. بعد بین به این آقا چیز داده که خورده گرفته که چرا گفتی دوتا این مافیاست، با آدزباله امیررضا مافیاست. به هر دوتای ما رأی داده، بعد دیده من مافیا رأی کشیدم زیر شهروند، با دست خود من مافیاش با این آقا تو بازی رأی داده. باید مسیر به این آقای فریدم تو بازی میخوره. بین آقای عرفان و آقای حمید که تو بازی مافیا وجود داره، بین آقای مهران و آقای فرید هم تو بازی وجود داره مافیا. سومی نمیدونم. آیا استاد تو خیلی شوه که مافیایی. شیوا چیه که خانه خروجت بود آخر بازی؟ شیوا چیه برا؟ نداره. شیوا چیه برا؟ من سایت بستم آقای عارف، سایت بستم بکنمش بیرون، کردمش بیرون. بازیش پر از باگ بوده، براش فکت آوردم، رأیم دادم، کردمش بیرون. مگه به من زمانی میتونی به من خورده بگیری که به 2 نفر رأی دادم؟ من علنا آقای مهدی رو کاور کردم، بعد بهشون رأی دادم. من کاری که تو بازی انجام دادم، تو روند رأی گیرم بر اساس همون عمل کردم، کار خلاف اون انجام ندادم. نگفتم عارف شهرونده امیررضا مثلا مافیا به تو رأی بدم به اون رأی ندم، که من کار عجیب غریبی کردم. مگه خودت مافیاش نداشتی؟
این خیلی واضحه دیگه. الان بلند شده به اونو چیکار داری تو الان؟ بین اون مافیا و بین این مافیا، بین این مافیا و بین این مافیا. خسته نباشه 8 نفر تو بازیم، تو بین 4 نفر می‌خوای مثلا مافیا پیدا کنی، الان تازه واسمون داری 10 20 40 می‌کنی. خسته نباشه. من ساید مستقیم بسته بودم کردم بیرون. امروزم من دیگه به تو یکی موضع توی بازی نمیدم، فقط با دست عارف بازی میکنم. فقط عارف و بینتون شهروند دارم، دیگه هیچ کدومتون شهروند ندارم. بعد من خانم شیوا هست. آره عارف و شهروند باشه باید منو گردن میگیره. نه نمیتونی گردن تو، من اینجا شهروند نشستم. خیلی واضح بود. اگه اینجا مافیا بود اون شهروند بود، یعنی اینجا یار نداشت رسما. من به خاطر اون میگفتم اون شهروند بازی. این استاد بازی فهمیده بود یکی که پاشته گفته دوتاشون مافیان شهروند، من که پاشتم گفته ما شما دوتاتون نمیتونیم با هم مافیا باشین و یکی تو مافیا. فهمیده بود من مافیا بازی ام. یعنی بعد یه چیز دیگه بدترش هم فهمیده بود یکی که باکس کرد هم من این شهرونده که گفته اون دوتا مافیا من مافیام، بعد فهمیده تو هم شهروند بازی هستی. بعد اینکه رای داد با کرکوپرم ریخته بود. این آقا که بهتر کرد، اصلا خوب کرده، عشقم کردم که رای دادم. نه آقای عارف گردن من مافیا. فکت چی واسه من آوردی؟ هم کشیدم زیر اون هم کشیدم زیر این. نخواستم ساید تو باز بشه، نکشیدم زیر تو شهروند بودی اون مافیا، نکشیدم زیر اون که ساید دوتا شهروند باز نشه. اینجا منم مثل بوز بشینم اینجا پاشو کارگرد فکتش کشیدم زیرش. خوب کردم. تو شهروند بود اون شهروند بود، نکشیدم زیر اون شهروند که شما دوتا شهروند کسی بشین ساید بسته بودیم باش. خیلی خوبه. آیا عارفین فکت شهروندی که داشتی برای خودت می‌آوردی استاد بیشتر از هر کسی دیگه رو من میشینه ها. تو این دک من به این شهرونده رأی یکم ندادم، با اینکه میگفتم مافیاس، آخرش گفتم نه دیگه من با این کاری ندارم این شهرونده. محسن شاهنشین از نظر من توی این بازی قطعی مافیاس. محسن شاهنشین روز یک رسیده بود به مشکوک بودن مهران رو رها کرد. پلیر توی دفاعیه آقای عمو مهدی توی دفاعیه داشت میگفت این پلیر شهروند هم بره باید کار شهروندیشو بذاره جلوی من. یعنی این رو علنا اونقدر مافیا نداشت خود آقای عمو مهدی، اونو اونقدر مافیا نداشت. شما تو درباره علنا از کار شهروندی این استفاده کردی که اون رو بخوری توی دک. من میبینم که هر آنچه که قرار بوده تو بازی اتفاق بیفته بازپرسی بین شما و این آقا بود، یک سر بازپرسی رفته. محسن شاهنشین تنها مافیای من. اگه چالشو برگردون بی زحمت به بعد من اون چالش داشت میبینی استاد نوبت تو چرا دخالت بازی اینجا شروع شده من درست میخوام بعد من اگه تونستی چالشو بهم برگردم خیلی مهمه. ببین فرید چجوری میتونی منو مافیا کنی؟ اون مهران سردست به من گفته بدترین بازیته، یعنی من شهروندم. اون محسن به من گفته شهروند بازی. چجوری میتونی منو تارگت کنی؟ همون شیوا به من نگفته مافیا، نگفتم شهروند. من یه جا بتل رو اکسپت کردم، یک به یک، حتی رأی یکم به اون عمو مهدی ندادم. کارت این آدم میگه این شهرونده. حالا اگه من بخوام چین بچینم یا تو شیوا و این با هم مافیایی یا محسن و مهران و عرفان با هم مافیایی بازی هم. پس شهروندیتون میریزید وسط اینجا. نه نمیشه. ببین من که مافیا نیستم داداش، من که مافیا نیستم. فکتی که راجع به تو آوردم درسته داداش، تو گفتی اینا با هم مافیا نمیشه، به جفتش رأی دادی دیگه. بعد تو الان داری منو تارگت میزنی که من به اون شهرونده رأی ندادم. اون شهرونده منو شهروند داشته، به اون یکی شهرونده هم رأی ندادم که گفتم ساید یک بگیرتون از اکسپت. ببخشید من چالش عارف داشتم. خانم شیوا من نمیذارم شریک بشه از روی فرید و مهران و امیررضا، چون من امیررضا قطعی مافیا دارم. چرا؟ آقای امیررضا روز دو بازی یه نفر پا شده یه دونه تک تارگت زد به اسم آقای امیررضا. تو تصمیم گرفتی بین آقای امیررضا و فرید بین بذاری، بعد بین من و حمید یه دونه بین بذاری. داداش من چطور میتونم مافیا باشم؟ من یه دونه رای دو دادم به این مافیا، به این شهرونده، بعد شب شده خودم گفتم شاتش بزنم خودم برم لادر. نمیشه. نه امروز بین سایت بین امیررضا و فرید، فقط بین این امیررضا تو باید پا می‌شدی فقط این مهران رو گردن میگرفتی، نه به این میذاشتی. امروز سیف آقای امیررضا مافیاست. به نظرم چالش آقای محسن میشه بعد من. ببین دوستان، دیروز یه اجماع ذهن بازی میگفت که بین آقای امیررضا و این آقای محمد تو بازی مافیا وجود داره، همه اینو میگفتن. بعد من خودم رأی کشیدم زیر آقا که من خودم تو بازی مافیام، رأی کشیدم زیر شهرونده که بره، فردا خودم لادر بمونم. خود شهروندم تو وصیتش گفته به من رأی دادی کاش نمیدادی، چون خود تو رو
تنها وصیتی که داشته من شهروند بوده تو بازی. یعنی به من که امروز هیچ جوره نمیتونیم بگیم مافیا، هیچ جوره به من نمیتونیم بگیم مافیا. نه خانم شیوارم که تو بازی آیه محسن دیروز شما یه سال 1 به 1 گرفتی با این، من پشت دست تو با رأی دادم کردنش بیرون. باید بگین دیروز با کاور کردن آقای مهدی تو بازی پله کردن شهروندو کردن بیرون. دیروز رأی‌های این آقا رو ببینم، رأی‌های آقای مهدی خودم بودم. بعد دیروز این سال 1 به 1 گرفته بودیم آقای مهدی، این آقا رو گردن گرفته بود. بعد تصمیم گرفتی رأی بکشی این که فردی که تو رو گردن گرفته رأی بکشی. امروز این سال 1 به 1 بین من و آقای حمید. دیروز آقا رو گردن گرفته، این آقا رو گردن گرفته. تصمیم گرفته رأی زیر این آقا نکشه، رأی کشی بکش زیر آقا که اون آقا رو گردن گرفته. پس امروز من به سایه خودم این آقای حمید رو کنم بیرون. بله. بذار من یه دقیقه صحبت کنم. آیا امیررضا شهروندی؟ آیا عارف شهروندی؟ بیا خودتو بذار جای من بهتر نبود بریزم رو همون مهدی رای بدم فردا همون بازپرسیمو با اون بیام خیلی راحت بشینم بگم نیکس. جون نگاه میکنم چشاش گفتم نیکس. میگفتم مثلا جون ناتو هم نیکس. برو بیرون. بهتر نبود دیگه خیلی راحت دیگه قشنگ بهش علنا میخوردمش تو بازی میدادمش بیرون. مگه میتونستید به من موضع؟ من میتونستم یه روز دیگه هم راحت تو بازی بشینم. من چیکار کردم؟ من طرفی که باهاش سایت بستم و پر از باگ بوده رای دادم رفته بیرون. بعد خود عمو مهدی هم که چیز بوده شاد کردم. شما بازپرسی خانم شیوا من ایشون آورده بودی بازپرسی، این برای شوخیه که دو طرفشو گردن گرفته بوده. خانم شیوا امروز بلند شدی تک تارگتی منو خلق میکنی. دیروز که یه چالش خواستم بهت بدم به زور از نفر آخر گرفتی گفتی به نظرم امیررضا بره بیرون. اون ساید مجهولی که مهدی بوده حمید بوده این یکی بوده تو ذهنم پاک میکنم امیررضا رو بخوریم و بازی بدیم بیرون. امروز هم بلند شدی تک تارگتی محسن رو خلق کردی. نه همین امروز ادک میکنمت بیرون ولی به سمت راست به سمت تنگه بسپر. یا رای میدی آقای حمید بره بیرون که با دو طرف ساید بسته بوده. شد آیا میشه بعدت صحبت آقا گوش کنین یه دقیقه. آقای محسن شهروندی دیروز برای خود من راحت تر نبود به آقای مهدی رای بدم بعد فرداش آقای محمد بگه از دک بیرون؟ همین تو بازپرسی میگفتی نکس همین آقای محمد بگه بیرون. برای من راحت تر نبود. به داد زدن نیست که آقای امیررضا معتقده که من یه شهروند رو رای دادم رفته بیرون بعد اون شهروندی که با یه شهروند دیگه ساید بسته بود و شات زدم. درسته این به نظرتون شات آقای مهدی از طرف من میتونه باشه؟ نه پس نمیتونه. خب بیاین شات شب رو بررسی کنیم. شات آقای مهدی این بود که بریزن رو من، کسی کارت من بود. آقای امیررضا امروز میتونه از دک بره بیرون، خانم شیوا میتونه چینش باشه. من عارف تو رو شهروند دارم ولی معتقدی که 3 تا پیور مافیا رای دارم به چی؟ یه شهروند 3 تا مافیا تو پنجره. نه به نظر من 1 یا 2 تا 5 تا ببین 2 تا بلوک شهروند اومدن توی دفاعیه. من اکسپت کردم نمایندگی گرفتم گفتم 3 بازی بریم خودم رای ندادم. پس تو بلوک رای گیری حداقل 2 تا مافیا باید باشه دیگه. مگه میشه 5 تا شهروند رای داده باشن به یه شهروند رفته باشه بازی بیرون؟ بعد ببین الان فکتی داری تو درست بازی میکنی. الان فکتی الان داری تو درست و الان محسن مافیا چه شهرونده؟ محسن میگه تو قطعی مافیا، یعنی ریاضی حساب کرده. نمیدونم فکتو گفتی با اون ساید 1 به 1 گرفتم جایی که ایشون 1 به 1 گرفته تو دخالت نکردی برای تو راحت بود. نگاه کن پس اینو باید گردن بگیری توی بازی بگی حتما بره بیرون. تحلیل شات بخوایم کنیم که منسوخه داداش این فکت شهروندی تو میاری. حالا تحلیل شات بخوایم بکنیم که باید بگی اون عرفان یه تک تارگت داشته عرفان دیگه. چرا مسیر به عرفان نمیخوره؟ برگردون چالش. فرید بعد از من صحبت کنه لطفا. آقا استاد عجیب غریبی دیگه این کارا که از من برنمیاد. مثلا 2 تا شهروند با هم دیگه سایت گرفتن. من یه جای بازی به این شهرونده داشتم میگفتم مافیا، از اون آخر صحبت گفتم چه کنم چیکار نکنم. من چین اونم دیگه از همون سیت آقای محسن شاه نشین که امروز دارم بهش میگم مافیا. چالش گرفتم گفتم این مافیا این شهرونده که رفته بیرون که برام مافیا بود اینو ول کردم، اونجا رو ول کردم، اون امیررضایی که تو امروز با من چینش کردی رو بکنیم بیرون. آقا همین آقا مشکوکه، واقعا مشکوکه. محسن من تو رو شهروند ندارم. مثلا میدونی مسئله من چیه؟ تو روز یک معتقد بودی که دیتای شهروندی آقای عارف وارد بازی شده. دیتای شهروندی 1 نفر رو مافیا وارد بازی میکنه. از افرادی که اون رو قطعی شهروند داشتن تو دنبال مافیا نمیگشتی. برای من مشکوکی محسن. این اما که اینجا مافیا هستا، بین این 2 تا مافیا هست.
اگر بازی رو ببازیم به یک چیز میبازیم. اون شهروندی که رفته گفته اینو با نقش من شهروند دارم، فقط به همین میبازیم. شیوا جان من چالش دارم میخوام. آره چینت بود من شیوا با اون دیگه یه چینمون این بود. خب یه چین خیانت کرد، 2 نفر همو شهروند ندارن همو مافیا دارن، به اون میگم مافیا. بین این دوتا که مافیا نباشه بازی رو باختیم. یا مافیا الکی شهروند کردین یا اینه، یا الکی مافیا شهروند کردین که داریم میبازیم، یا یه چیز دیگه است نمیدونم. من رای میدم به آقای امیررضا، اون یارش منم، یار اون آقای پیام من، فقط من میتونم باشم. ببین بچه‌ها خب الان من شهروندم یا مافیا؟ استاد یه مهدی با من دیالوگ کرده، منو شهروند داشته، اینم منو شهروند داشته، حتی موقعی که تارگتش هم کردیم منو تارگت نزده توی بازی. این به من گفته شهروند، این به من گفته شهروند، اون نظری نداده، اونم نظری نداده، اینم به من گفته شهروند، اونم گفته بعد داری بازی می‌کنی. چجوری میتونی منو شهروند صد نکنی توی بازی؟ نه بازی راست داری میگی، بازی غلط اگه بین این دوتا مافیا نباشه. امروز دوتا تو میای بالا هر کی قشنگ دفاع کرد. من نمیدونم دوتا تو میای بالا هر کی قشنگ دفاع کرد. من با مافیا با بره بیرون دیگه، شهروند بره بیرون بازی تمام شاد میکنم میبره. من خیلی بد بودم بچه‌ها، این شهروند به بازی تقصیر من. من نمیخوام شیک کنم ولی وایسا، اگه بذاری بین امیررضا و حمید یه مافیا، بین این فرید و محسن و خانم شیوا هم یه مافیا، از فکت معادلی میگه مهران مافیاست. مهران مافیاست. من مافیا؟ داداش من رای دو ندادم به شهروند بره بیرون. نه وایسا عارف وایسا یه دقیقه، من که رای ندادم به این مافیا، به این شهروند رای دادم چی؟ اون شهرونده؟ خب کاری ندارم. خب مافیا من خودم میگم مافیاست که پسر خوب. وایسا یه دقیقه، نه من خودتو شهروند من خودتو ساید امروز بین امیررضا و حمید حل باشه. بین امیررضا و حمید یک بار بره بیرون ممنونم. حمیدی که 8 نفری 4 رای برای دفاع لازم. رای برای مهران 3 رای برای محسن شاهی 1 رای برای فرید 2 رای برای عارف 2 رای برای امیررضا دفاع، رای برای حمید دفاع، رای برای خانم شیوا، رای برای یک نفر درباره امیررضا. محسن میشنویم. اول از اینکه بچه‌ها اگر تو بازی نبودم امیدوارم که امروز مافیا از بازی بره بیرون. اول از اینکه کسی که کارت شهروندی دستش کشیده به این آقای امیررضا رأی نمیده. تو وضعیت نسبتاً قرمز تمام دستا برای امیررضا اومده بالا. تمام دستا براش اومده بالا، یعنی یه دونه دست براش پایین نبود. با هر کسی رو بخواید یار فرضش بذارید تمام دستا براش اومده بالا. آقای عارفت میگن شهروند شیطون بلا میشینه آقا. آقای امیررضا فقط به فکت اینکه فول رای الان اومدی به چیزی نمیگم. خانم شیوا من که ان شاءالله بازی برم بیرون، اگر شهروند بودی ذهنت باشه فردا فقط مسیر دین عارف است. مگه به آقای عرفان دیسلایک نمیدادی رو مافیا؟ این رأی چی بود برای این فصل کشیدی بالا؟ رأی چی بود سری برای مهران فصل آوردی بالا؟ تو اصلا حق نداشتی به این رأی بدی. دست شهروند نمیبینم برای امیررضا بیاد بالا. بچه‌ها چه همینه، همین امیررضا محسن مهران با هم مافیای بازی هست. مگه میشه همچین چیزی؟ شما با هم این بازی رو به این باختیم. این یه خطا داشته، یه دونه یک فکر گرفته. من شما مرض داشتم مگه بیام اینجا، من مافیا مرض داشتم مگه بیام اینجا دخالت بکنم توی بازی بگم تو مافیای بازی؟ اینا اشتباهی شهروند کرده. من قطعی شهروندم، تو شهروندی، این شیوا شهرونده، اینم شهرونده. همین سه تا مافیای بازی هست. چه همین سه تاست؟ همین محسن چرا دهنت بیاد رای دادم اون؟ من چرا شیطون شدم؟ آقای محسن چرا شیطون شدم توی بازی؟ هم تو مافیایی، همون مهران مافیاست. رای تو نمی‌کشی زیر امیررضا میره بیرون بازی، میخونه یک مافیا، فردا میخورنش. نه دیگه فردا که بردی تمام دیگه. من چجوری خورده شد؟ اول فک شهروندی‌های خودم میارم. دیروز یه مجرد توی ترن خودم گفتم، دیروز هم مغز همه ذهن همه به پردازش کرده بود، فهمیده بود بین آقای امیررضا و این آقا تو بازی سایت هستش. من خودم رأی فرش رو کشیدم زیر این آقا. ببین
ببین رای دوها بین من تو این ناحیه 5 6 تا رای دو آورده. فقط امروز بازی من تو باز تارگت خوردم. خب یه مسئله وجود داره. دیروز آقای حمید تو بازی تصمیم گرفته بود ساده 1 به 1 بگیره با آقا تو بازی. بعد رای کشیده زیر این فردی که اون آقا رو تو بازی گردن گرفته بود. پس امروز من باید از پی او وی خودم برم با آقای فرید بگم مافیا. شما معتقد من با آقای مهران مافیا، آقای مهران فقط تو ترن خودش گفته که امیررضا مافیاست. بعد اون آقا گفته که با فکت ریاضی گفته آقای مهران مافیاست. من یه فرش لایک دادم گفتم آره یارمو بیار بکن بیرون. آقای عارف به من به هیچ وجه نمیتونه بگی مافیا، به هیچ وجه. امروز شهروندی با اون همه رای، من یارم کجا بوده؟ یکی رو رای بکش زیر اون یکی بیاره بالا. همه من رای دادم، 8 تا رای آوردم. اگه به من میخوان این شهران باید بگین یار فرضی من خانم شیوا میشه. تو بازی یار فرضی من بازی کرده مافیاست. باید اینو بگین. حالا امروز آقای حمید بره بیرون از بازی ببینیم بازی ادامه پیدا میکنه یا نه. جون. آقا حمید دفاع من انگیزه شات‌های مهدی چیه؟ خب عارف که مافیا باشه، شیوا باشه، من باشم که شات نمیشه آقای مهدی. هممونو شهروند داشته. خب یه دفعه منو مافیا داشته. منم که بزنم خودم میگم. اصلا نمیتونه چینیم باشه. ولی خب چین امیررضا، محسن و مهران هم درست نیست. ببین محسن اگه شهروندی به منم نباید رای بدی یا اگه به امیررضا بدی. من شهروندم. خود امیررضا هم نمیدونم زیاد مافیا ندارم. خب عارف میتونه باشه به نظر من. به نظر من مافیا سیف رد کرده رجیگیگو. به نظر من فقط یه دونه مافیا تو 5 نفر داریم. نمیدونم. اونم شاید مهرانه. نمیدونم. من که نیستم. اصلا به من رای ندید. میدینم بدین امیررضا. 4 رای برای خروج لازمه. جفتوس بیستید حمید جان. رای 2 برای آقای امیررضا. رای 2 برای حمید. آقای حمید وصیت. امیررضا بشین. شما کردیم. نمیدونم بازی رو عارف دیگه به این رای بدید به خودش رای میده. ممنونم. همه خواب. 3 2 1. محقق بیا بالا. خواب تیم مافیا بالا. شات رو از گادفادر میگیرم. خواب تیم مافیا. خواب شیاد به تنهایی بالا. خواب کاراگاه. خواب دکتر بالا. خواب لایک روینتن رو ببینم. مرسی. بازپرس. خواب روز بچه ها بیدار شید. خداحافظی کردیم با آقای امیررضا. لطفاً بیرون سالن. همونطور که دیدیم برنده بازی ساید مافیا بوده. برامون بنویسین که چین مافیا کیا بودن. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون داریم.